دیدگاهی که سازمان مجاهدین به مسائل شخصی و زندگی خصوصی اعضای خودش داره، تحمیل تجرد اجباری، طلاق بگیرن، بر اساس صلاح دید سازمان سکس نداشته باشن، حتی به رابطه جنسی فکر نکنن، اینها واقعیت داره؟ اگر آری چرا واقعا؟ و چه ربطی داره به مقاومت؟ چه ربطی داره به مبارزه؟ اصلا مگه هدف از مقاومت و مبارزه زندگی نیست آقای محدثین؟ چرا زندگی باید از مبارزان مجاهد دریغ بشه؟ بسیار جمله عالی رو گفتین خانم، جمله آخرتون بسیار درسته. ما مبارزه میکنیم، ما میجنگیم با این رژیم، ما تمام زندگیمون رو گذاشتیم برای اینکه از قضا زندگی رو و حیات طبیعی رو برای مردممون فراهم کنیم، همون چیزی که رژیم از مردم ما دریغ کرده. مطلقاً این حرف درست نیست. هیچ چیز اجباری در درون سازمان مجاهدین وجود نداره و نمیتونه وجود داشته باشه. نمیشه 60 سال مبارزه کرد، 60 سال انسجامتون رو حفظ کنید، با 2 تا دیکتاتوری بجنگید، با ترور مقابله کنید، با اعدام مقابله کنید، با شکنجه مقابله کنید و خودتون در درون خودتون دیکتاتوری به خرج بدید. این محال سنگ رو سنگ بند نمیشه. مجاهدین افراد آگاه، تحصیل کرده، از فارغ التحصیلان، دانشجویان از بهترین دانشگاه‌های ایران و کشور اروپایی و آمریکا هستن. چجوری میشه؟ آخه این حرف منطقی نیست که یک مثلا اراده کلی نشسته باشه در بالای سازمان مجاهدین